های برادر، نخواد که در گردن خود حالت زنانه گرگ را کشال کنی. نخواد که در گردن خود دندان گرگ را کشال کنی. نخواد که در دروازه خود نلی اسب را بزنی. نخواد که در خانه و مغازه خود زنجبیل یا اینکه خار کشال کنی. خدا برای چی است دیگر؟ خدا نمی بخشد هیچگاه این کاری تو را. خدا میگه هر گناهی را می بخشم بجز از شرک. برادری جان، از خدا بترس، این کاری تو نابخشیدنی است. این نلی اسب برای چی است؟ این خار و زنجبیل برای چی است؟ اون حالت زنانه گرگ برای چی است؟ خواه دیگر چیزهاش برای چی است؟ برای تو رو چشم نرسد؟ رزقت کم نشود؟ هی برادرم، خدا این گونه نمی فرماید. سوره نساء آیت 48 نظر کن، ببین که خدا چی میگد. خدا میگد هر کی را خواهم می آمرزم بجز آنی را که شرک می آورد. من معنای آیت را به شما گفته ایستادم. خدا هر کس خواه می آمرزد، آنی را که شرک می آورد او را نمی آمرزد. انا همین کارهای تو شرک بر خدا هست. شرک ها خیلی زیاد است. اگر درباره شرک نوار کنیم در یک ساعت هم تمام نمی شود. خدا به ما عمر داده باشد هر یک اینها را به شما می رسانم. در دیگر آیت خدا چی می فرماید؟ سوره لقمان آیت 13 خداوند می گوید هر کسی که به خدای خود شرک می آورد بهشت را برایش حرام کرده جایگاهش را دوزخ می گردانم. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید آیا می دانید که از همه بزرگترین گناه چیست؟ این شرک است. در دیگر حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید از 7 گناه مرگاور دوری جویید، در بین این شرک را هم نام گرفت. شرک انسان به مرگ میبرد. برادری جان، از خدا بیترس. یک حضرت را قصهش در یادم است و نامش فراموش شده است. میگوید خداوندا من هیچگاه به تو شرک نآوردم، هر گناهی را کرده باشم اما شرک بر تو نآوردم. میگه شب خواب میبیند، در خوابش خداوند میگه که ای شیخ، ای حضرت، نامش را میگیرد، نامش را فراموش کرده ایم. میگوید تو دیروز شیر خوردی؟ گفتی که من شیر را خوردم اما اشکم درد شدم. میگه هر عذاب و هر مشقت و هر حالتی که به سر تو میآید ایره خدای خود میارد. اینها بهانه هست. از خدا بترس، هیچگاه شرک به خدا نآور که خداوند شرک را نمی بخشد. از همه گناهی کلان این شرک است که خدا میگه من نمی بخشم. کسی که به خدای خود شرک می آورد عاقبتش دوزخ است. برادری جان، اگر که تو الحال که فهمیدی توبه در درگاه الله کن. باز الله مهربان است. تو که نادانسته کردی الله تو را خواهد بخشید. و از این سبب تو دیدی، فهمیدی، باز همون کار را کردی، خدا تو را نمی بخشد. من به تو از پیش خود سخن نکرده ایستادم. از قرآن به تو گفته ایستادم. از حدیث های رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر تو گفته ایستادم. من حیران میشم در همین انسان هایی که نخواه که تا همین درجه ما بی سواد مانده باشیم که نلی اسب چی است که در تنه در بزنیم. او خار و زنجبیل خودش چی است؟ او جانی ندارد. از سبب تیزیش فکر کرده که چشم را نمیزند، چشم سنگ میکفاند.
چشم سنگ میکفاند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر در یک محرکه نشسته باشین، در تار دسترخوان او از میوجات باشد، از چیزی که باشد، اگر یک تا باشد شما از اون نخورید، یک دانه باشد شما او را نخورید، چون که همه چشم در همان است. ببین علم رسول خدا صلی الله علیه و سلم را. این خار و این زنجبیل و این نل اسب و این دیگر و دیگرش هیچ سری ره چشم نمیگیرد. در راه الله باش. خداوند برای این چشم سوره نازل کرد. قل اعوذ برب الفلق، سوره فلق، سوره ناس. اینها را بخوان در تنت کف کن، او چشم به تو نمیگیرد. آیت الکرسی نخواد که تو به یک خار و به یک زنجبیل و به یک نل اسب ایمان خطا فروشی. خداوند هر یکی ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت فرماید. در حق ما با دعا باشید.